بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز دعایی که از جناب پیامبر به ما و شما رسیده است. پیامبر میگه ای امتان من، هر وقتی که میخواهید هم بستری هم خوابگی با زنهای خود کنید، این دعا را چکار کنید؟ بخونید. این دعایی هست که پیامبر میفرماید بسم الله اللهم جنبنا الشیطان، اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. به نام الله اول در اولش پیامبر میگه دوم باره که به نام خدا، ای بارو خدایا از بر من همسرم شیطان دور کو و از بر اون چیزی که بر ما رزق روزی میتی چکا که شیطان دور کو. این دعای بهترینی است که بر ما و شما رسیده است. به همین خاطر کوشش کنید که این در روی اکران گذاشتگی است، این دعا را از یاد کنید و هر وقتی میخواهید، خصوصا جوانایی که امروزه هستند بسیار سوال میکنند، این دعا را کنید که ای بارو خدایا از بر من زنم و از بر اون سه که بر ما رزق روزی میتی، یعنی فرزند چکو که شیطان دور که. شارح های حدیث میگه هر وقتی که انسان این دعا را میکنه، اگر در همین خانه‌داری که با همسر خود کرد، خداوند اگر فرزند داشته، اون فرزند خداوند چکو میکنه؟ از شر بدی های شیطان خداوند نگه میدارند. و این خاطر کوشش کنه که با اخلاص، با نیت نیک این دعایی که پیامبر بر ما و شما تعلیم داده است چکو کنیم؟ بخونیم. و با دیگر کوشش کنیم برادران عزیز این دعا را روانه کنید تا اینکه در ثواب همدیگر چکو کنیم؟ شریک شیم. به خاطر این هم یک خیر جاریه هست که از بهر شما عزیزان ما تیار کردیم. به همین خاطر هر کجا که باشه خداوند شما مهربان ما و شما را موفق بگردونه و کوشش کنه که این دعا را چکو کنه؟ تعلیم بگیرید و یاد بگیرید.